چیکار کنم؟ یه بارم بخونید و مفهومتون رو بگید بچه‌ها ببینن. در دوره قاجاره، دوره ناصری هست، تنها در باقی مانده ملکه. من برای اینکه دیگه از بین نره اونجوری استفاده کردم که دیگه بهتر بمونه، بیشتر بمونه، به سمت آسمان باز کردم. شما وقتی یک عنصری رو برخلاف عرف عادیش استفاده کنید کلا وارد هنرهای مفهومی میشین. هنر مفهومی تو ایران زیاد جا نیفتاده. ولی این در که به سمت جلو باز میشه، من این کار غیر عرفی کردم که به سمت آسمان باز کردم دیگه. پس وارد هنرهای مفهومی میشم. یعنی من یه مفهومی داشتم که این کارو کردم. یه دلیلی بوده. باید این به این هنر میگن هنرهای مفهومی یا کانسپچوال. خب باید یه کلید واژه براش بذاری، یه استیتمنت برای این بذاری که من چرا اومدم این کارو کردم. استیتمنت یا کلید واژه من اون بیت هلالی هست: روزی که در وصل به رویم بگشایی، از عالم بالا بگشایند دری را. میگه اون روزی که در وصل در قلب تو به سمت من از جلو باز کنی، در از جلو باز میشن. اینقدر این زیباست، اینقدر این دلنشینه واسه من که انگار دری از آسمان ها باز شده. بعد اینو من اومدم از این در واقع اون شعر رو دیده بودم که بعد در دیدم اینجوری استفاده کردم. اوکی؟ خیلی عالی. حرفه‌ای. شاد باشه دیگه.